آیا جایز می یک چیز به دو نقد گذاشتم اگر یک برادر مثلا تلفن 100 ریال باشه اگر برادر میگه که بعد از یک ماه پولش میتونم گفت اخی باشه 110 ریال میگه. یعنی یک چیز مثلا چیگم نه یعنی انسان مثلا یک نام مثلا تلفن میفروشد میگوید که اگر نقد خری $100 نسیه خری $150 ها جایز لیکن به شرطی که باید که پیش از جدا شدنشون بین خریدار و فروشنده یک نرخ معین به اتفاق کنند. یعنی ها این چنده $100 نقد $150 نسیه. خلاص من خریدم برادر سلام بعد یک ماه میخریم گفته برفت چه خریدین؟ نقد خرید نسیه خرید نفهمیدین این درست نه فهمیدید؟ لیکن گفت که خلاص من برادر نقد خریدن نمیتونم تو $150 به من از تو همین چیز خریدم هم مابین یک ماه به من تو چی هم $150 میتیم این کار درست این کار